سلام بچه ها، خوش اومدین به اولین قسمت گرنی. ما توی این بخش و توی این بازی گرنی به شما آموزش میدیم که چطور بتونین از چند راه فرار کنین. این اولین راهشه، فرار با ماشین. من خود گرنی رو روی ایزی گذاشتم، خود سختی بازی رو هم روی نورمال. حالا شما میتونین هر تنظیماتی رو تغییر بدین. این گرنی کجاست؟ همین اول کار ما رو داشت گیر مینداخت. و بچه ها برای اینکه بخوایم با ماشین فرار کنیم باید چندین تا کار انجام بدیم. من اینجا در میرم. ماشین همینطور که میدونین توی گاراژه و باید چیز کنیم. این اولین باتری که نه، اولین جنس برای فرار با این ماشینه. اینجاها چیزی نیست. بریم. اوه اومد. خب در میریم از دستشو. این باتریمونم ور میداریم و خب منتظر میمونیم که دره. خب اوکی، اینجا رفت. خب باتری ماشین رو گذاشتیم به همین راحتی. حالا باید بریم طبقه بالای این اتاق گرنی. بچه این واسه الان بهتون نشونم واسه کجاست. اگه ببینم اینجا کلید میدیدی نباشه و بریم. Let's go. این واسه اون در اونجاست. فکر کنم داره اینجا رد میشه و فکر کنم اینجا یه کلیدی باید باشه، یا کلیدی یا عکسی. بچه میخوام گرنی رو کور کنم. این اسپریه رو ور میداریم و اسپریش می‌کنیم به چشش و این کلا کور میشه.
بچه ها بریم پایین، این شمعمونم بذاریم و خب تقریبا کارمون تموم شد و فقط باید چند تا اقلام دیگه هم به دست بیاریم تا اینجا فرار کنیم. کنم گرانی رفت تو اتاقش چون رفت بالا و فکر کنم من برم که بتونم برم اینجا. این کتابه واسه اینه که ما بیایم و بریم این بالا اگه این کتابه واسه اینجاست که بذاریم اینجا. حالا داریم از دست این گرانی فرار میکنیم. سریع از اینجا در میریم. میایم بالا و از این پنجره رد میشیم، میریم توی اینجا و این از این چاه یه چیزی میکشیم بیرون. و بچه ها شانس بامون خیلی یاره و میتونیم به راحتی این از دست این گرانی در بریم. اگه فقط یه دونه کلید ماشین و یه دونه بنزین و کلید همین در گاراژ رو پیدا کنیم میتونیم اینجا در بریم. خب من فکر کنم قطعه این وسیله رو دیده بودم یه جایی. اگه نباشه اینجا خب فکر کنم همیشه کارمون به اینجا باشه. همه کارام میذاریم اینجا یا مثلا سرشو میبریم. این فکر کنم واسه در پارکینگ فکر کنم. خب میریم پارکینگ و البته اینو میذاریم اینجا، اینو میبریم بالا. اینطوری اینو میاریم اینجا که به این قطعمون هم برسیم. اینو بر میداریم و الفرار. یه سری هم به اینجا بزنیم، فکر کنم چیزای خوبی این تو باشه. تو که چیزی نیست، اگه این تو یه چیزی باشه. خب ور میداریم
میریم به سراغ این ماشینه. خب بچه ها الان ما تقریبا همه راه رفتیم. این گرنی هم اگه چیز کنیم بتونیم گیرش بندازیم خیلیه. اومد. اگه خدا قبول کنه میره این تو. آره خب بچه ها این هم از گرنی. بچه ها بریم به سراغ این که بریم توی لونه عنکبوت. اینو میذارم اینجا. اون کتابه رو که گذاشین طبقه بالا پیشه توی این اتاق یه همچین کلیدی، این زنه که اینجا آویزون بود میفته پایین و اینجا کلید رو بهتون میده. این کلید همون در عنکبوت است. میایم اینجا میذاریم و میریم پایین. خب البته باید خیلی مراقب باشیم. خب چکش و اگر شانس با ما همراه باشه که این تو با ما همراه نبود و ما اینو میذاریم توی کجا؟ میذاریمش این توی گاراژ که بعداً بهش دسترسی داشته باشیم. اینم لوله تفنگ. خب بریم به ادامه کار. خوب شد که نرفتم بیرون. من اگه بتونم این یه کاری کنم که این گرنی بمیره خیلی خوبه. اوکی این کله فکر نکنم موقع به کارمون بیاد. خب من اگه بتونم این آسانسوره رو پیدا کنم خیلیه.
خب بچه ها، ما توی آشپزخونه یه چیزی دیدیم که روش نوشته بود 1. پس ما 1 رو انتخاب میکنیم. اگه اینو انتخاب کنیم این توش بمبه و میترکی. اینو میذاریم اینجا، اینم میذاریم همینجا که دیگه گمشون نکنیم. خب من اول این سبزه رو برمیدارم، فکر کنم بیشتر از اون به کارم بیاد. اینجا هم یکی از درهای خروجه که بهتون توی پارت بعد آموزششو میدم. بچه اینجا هم که چیزی نیست. من اینجام دیگه. کارمون سخت شد الان. خب کارمون آسون تر شد. خب اوکی، فرار. اینجا به اون صورت چیزی نداشت و اونقدر چیزی نداشت که بتونیم یه کاری بکنیم. اینم میذاریم و اگه این فقط این دکمه شاتش پیدا بشه خیلیه. اوه 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 اوه، یا خدا. خب فرار. خب بچه ها، ما این چکشو نیاز داریم که یه سری از چوبا رو بشکونیم. حالا میپرسیم که چه چوبایی؟ وقتی میایم اینجا توی همچین جایی، اینو اینطوری. و بچه ها بگم من گرانی رو الان دارم روی گوشی براتون گیم پلی میدم و آره. خب این واسه کجاست؟ فعلا این با این کاری نداریم چون فکر نکنم زیاد به کار بیاد. اگه به کار اومد میایم و چیز میکنیم، ازش استفاده میکنیم. بچه این دره هم خودش یه نوع چیزه و یه نوع راه فراره. اوه اوه اوه، اینجا اوکی. خب اینجا در میریم و کارمون به نسبت راحت تر شد. این چکشه 2 تا جا داره واسه اینطوری چوبا رو کندن. خب اوکی، این یه جاش. خب این خدا رو شکر این پیدا شد و میتونیم
بالاخره بعد از سالیان سال این گرنی فلان فلان شده رو بکشیم. خب اوکی، میشه دوباره چند تا گذاشت؟ خب نه نمیشه. اوه 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 اوه. خب بچه، شب اولمونه، میشه شب دوممون، هیچ اشکالی نداره. توی شب اولمون که واقعا خیلی خوب رفتیم و خیلی پیشرفت کردیم. به احتمال خیلی زیاد توی 10 دقیقه دیگه فکر میکنم به احتمال زیاد بتونیم تموم بکنیم و از اولین جا بریم بیرون. خب اینو میایم بالا، این تیر شاتگان رو ور میداریم و خب گازوئیل هم که اونجاست. ما 80% کار رو تا الان فکر میکنم رفتیم. خب بچه ها میخوایم بکشیمش این گرنیو، چون که ما رو کشت. و با این تفنگ کار ما هم راحت تر میشه. خب گرنی هر طوری که بیاد ما میزنیمش. میخوام فقط اینجا بزنمش که خب گرنی مرد، خدا رو شکر. خب ما میریم اینجا چند تا تیر ور میداریم و میریم بالا. منظورم پایین بود، ببخشید. از اینجا بریم بهتره. من اینجا رو فکر دیدم، اینجا رو. بله خب اینجا رو میریم پایین و حالا نگاه کن راه ما رو این بست. خب اوکی، الان راهمون واز شد و میتونیم این یه نشونه رو طرف بگیریم و بزنیم. فکر کنم بهمون گوشت بده. آره خب اوکی، اینجا از اینم از اینو. خب این گوش رو ور میداریم، میریم بالا. میریم بالا، نه این گرنی مزاحممون نشه. خب میریم بالا و این گوش رو واسه یه دونه چیز میخوام، عنکبوت. خب این از گوشمون. خب این از گوشمون تفنگ میخوایم و یه چیز اهرم مانند که اینجا دیدمش و اینو تفنگ بذاری. من تفنگم بیارم چون خیلی راش دوره، تقریبا اون سر دنیاست. خب این هم تفنگمون.
خب بریم بالا. خب اوکی و بریم بالا و اگه گرنی اومد میکشیمش، اگرم نیومد دیگه میریم کارمون رو انجام میدیم. بله اون زد ما رو کشت و توی شب سومی ما بچه اگه میخواین یه شب دیگه اضافه تر داشته باشین میتونین عکسای گرنی و گرن پا فکر کنم با هم دیگه توی یه جایی که الان بهتون میگم بذارید. خب اگه اینجا تیری باشه خیلی خوب میشه که من بتونم یه کار دیگه هم بکنم. اگه این گرنی بیاد پایین و من خب حالا اینجا ما منتظر میمونیم تا بیاد، چه از هر جایی که بیاد الان ما میتونیم که کنترلش کنیم. میگونم از بالا بیاد. آره اومد و میخوام هدشاتش کنم اگه بشه. بله هدشات. این یه دونه تیرم واسه این ور میدارم، واسه این پیچ گوشی. خب الان اوکی شد و احتمال اینکه من یه سریعتر انجام بشه زیادتره. خب این عکس‌ها رو باید توی گاراژ به هم بچسبونین و جون اضافه بگیرین. خب اینم از اینو میریم بالا تا این عنکبوته رو شکار کنیم. اول این تفنگه رو میبریم که گوشت رو خورد سریع بزنیمش. خب این پرش هم میکنیم و دیگه نرو پایین دیگه. خب این الان پره و این گوشه رو میذاریم اینجا برای عنکبوته و میزنیمش یه طبق قانون. خب مرد، خدا رو شکر، چون این نمیمرد و ما باید کلی به جونش میافتادیم. خب فکر نکنم این به دردمون بخوره، پس میریم سراغ این پیچ گوشیه. میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم ولی نمیخوام اون کار بکنم. اول میخوام این پیچ گوشی رو وردارم برم اینجا. اول بذاریم برم پیش این عنکبوته. خب نیم ساعت شد که داریم بازی میکنیم و گفتم که 10 دقیقه دیگه تمومه. الان تازه به جای خیلی 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 حساسش رسیده. میریم سریع یه جا رو اشتباه اومدم. خب
اینجاست. ما سری میریم این تو، این پیچ ها رو باز میکنیم. این پیچ کشی واسه این پیچ هاست. خب اوکی، اونقدر مهم نیست بچه. اگه واقعا دیگه خیلی طول کشید براتون سرعت رو زیاد میکنم. شما چیز کنین، سرعت رو کم کنید و ببینید. وای چه جایی. خب اوکی، الان این سوال من کجا باید برم؟ اوه شیت، چه جایی. خب اوکی اوکی اوکی. خب از دست این عنکبوته در میافتیم تو دست این یارو گرنی. فکر کنم این کلید گاف صندوق باشه. آره فکر کنم. گرنی هم که اینجاست. خب ما میریم به این کلاغه دون بدیم که کلاغ دمسیاه قارقار رو سر کنه. خب اوکی، دست میذاریم روی نقطه ضعف گرنی. کجای گرنی؟ الان میاد اینجا. خب چشاش قرمز شده. بله بله. خب اینو میاریم سری. خب سری در میریم. اوکی، چقدر سری در رفتیم. و خب بچه ها به احتمال خیلی زیاد میمیریم، ولی فکر نکنم. اینو میذاریم اینجا و خب بچه ها سری در فقط میایم اینجا. بچه ها فکر کنم گرنی رو کلن هرسش رو در آوردیم فکر میکنم. و بچه من فکر کنم باید یه چیز دیگه هم بندازیم تو این تخته. هم تخت این یارو که بچه رو میخوابونن. و ما کلاغ دمسیاه هم دون بدیم. اول حالا وایسا اینو من قفلش رو وا کنم. خب اوکی، کارمون خیلی راحت تر شد. بکنم چشاش، نه چشاش دیگه قرمز نیست. خب اوکی، کارمون خیلی 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 راحت تر شد. خیلی خیلی کم. خب میریم بالا. اینجا عبور میکنی. خب اوکی، و اینجا در رومون بسته میشه. اینو میذاریم بیرون. درم لوله هاشو باز میکنیم و تمام. البته آره این گرنی الان میاد. اوه اومد منو ندید.
خب بچه ها خوش اومدین پیش شما. من